ای فهم چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. من حسین آلوینم و امروز اومدم تو این ویدیو به طور کامل سیستم پرستیژ رو بهتون آموزش بدم و سریع‌ترین روش برای تمام کردنش هم بهتون بگم. پس یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و اگر سوالی دارید توی کامنت ها برام بنویسید تا دوی ویدیوهای بعدی رفع مشکل کنم. بریم سراغ ویدیو. خب توی آپدیت سیزن اول ما یک سیستمی داشتیم به نام پرستیژ که قفل بود و توی سیزن دوم این قفل باز شد. پرستیژ چیه؟ پرستیژ یه سیستم ایونت گونه‌ایه که جوایز مختلفی بهتون میده. حالا چجوری باید جوایزشو بگیریم؟ خب جواب ساده است. شما با لول اپ کردن اکانتاتون میتونید جوایز رو دریافت کنید، ولی به این راحتی ها هم نیست. ما در کل 11 تا پرستیژ داریم که 10 تا اول مهمترینن. توی هر پرستیژ شما باید لول اکانت خودتون رو 55 برسونید و با همون فول لول کنید. بعد از اینکه لول شما به 55 رسید، اون پرستیژ تمامی جوایزش براتون باز میشه. بعد از اینکه وارد پرستیژ بعدی شدید، لول اکانت شما برمیگرده به 1 و تمام چیزها اهم از آیتمایی که توی لول ها به دست می آوردید و لوداتاتون همش ریست میشه و دوباره بعد تا لول 55 برید و همین منوال تا پرستیژ 10 ادامه داره. پرستیژ 11می چیه؟ پرستیژ 11می اسمش پرستیژ مستره که بعد از تمام کردن 10 پرستیژ اول باز میشه. توی این پرستیژ شما باید لول اکانت خودتون رو به 1000 برسونید که واقعا کار راحتی نیست، ولی نگران نباشید. بهتون میگم چیکار کنید که بتونید سریع پرستیژ آپ کنید و جوایز رو به دست بیارید. اولین آیتم که قرار کمک حالمون باشه اسمش پرماننت آنلاکه. این آیتم رو باید چجوری به دست بیارید؟ شما نیازی نیست این آیتم رو به دست بیارید، چون توی هر پرستیجی که وارد بشید به صورت اینستنت ریوارد بهتون داده میشه. حالا این آیتم چیکار میکنه؟ این آیتم که توی هر پرستیژ به شما داده میشه میتونه یک آیتم رو که از لول اپ به دست میارید رو تا ابد باز نگه داره. یعنی چی؟ یعنی به طور مثال رو لول 22 یه پرکی است که شما برای اینکه راحت بازی کنید بهش نیاز دارید، ولی باید از لول 1 تا لول 22 برید تا باز بشه. ولی شما میتونید با پرماننت آنلاک اون آیتم رو برای همیشه باز نگه دارید. حالا میخوام تکنیکی خودم برای پرستیژ اپ استفاده میکنم رو بهتون بگم. سریع ترین راه برای پرستیژ اپ اینه که مپ وردانسک روی حالت سولو استارت کنید. حالا بعد توی مپ چیکار بکنید که سریع لول اپ بشید؟ شما وقتی میخواید از هواپیما جامپ بزنید باید جایی رو مارک کنید که کانترکتی به نام ماست وانتد باشه. در نزدیکترین حالتش هم یک وسیله نقلیه وجود داشته باشه که اگر زمینی باشه بهتره. بعد از برداشتن کانترکت باید شروع کنید به کیل گرفتن، چون کیل گرفتن زمان کانترکت شما رو کمتر میکنه و باعث میشه زودتر تمام بشه. بعد از انجام 2 تا کانترکت شما باید در حدود 20000 تا پول داشته باشید. بعد از جمع کردن این پول باید به نزدیکترین بای استیشن برید و یه دونه لود اوت دراپ بخرید و گان خودتون از دراپ بکشید. حالا بعد از انجام این مراحل شما وسایلی که مورد نیازتون هستش رو دارید و باید پشت سر هم دنبال موست وانتد باشید. میتونید توی این مراحل گان هاتون هم لول اپ کنید. بعد از انجام این کار که حدوداً 15 تا 20 دقیقه طول میکشه، میتونید ببینید که چقدر سریع لول اپ میشید. اگر که توکن XP 2 برابر رنگ هم که داشته باشید، خیلی سریعتر لول اپ میشید. توی این مپ ممکنه پلیر هم جلوتون بیفته و نذاره اول بشید. توی این حالت هم نگرانی وجود نداره، چون حسین آلوین اینجا. شما باید این دفعه برید به مود ترینینگ که تمام پلیرها باتن و همین مراحل انجام بدید. این مود میتونه شما رو سریع لول اپ بکنه ولی نه به اندازه وردانس. اینم باید بهتون بگم که وقتی به لول 55 برسید میزنه پرستیژ اویلیبل، ولی وقتی وارد بخش پرستیژ میشید که برید پرستیژ بعدی هیچ دکمه‌ای وجود نداره. حالا باید چیکار کنید؟ این موضوع گلیچ نیست، چون بعد از لول 55 یه XP اضافه هم وجود داره که نشون داده نمیشه. حالا چطوری باید این XP رو بگیرید؟ کاری نداره، فقط کافیه یه دسته دیگه وردانس که سولو بازی کنید و همون کارهایی که بهتون گفتم رو انجام بدید و حتما وینش کنید. بعد از انجام این کار شما وقتی وارد بخش پرستیژ بشید این دکمه رو میبینید که زده اینتر د پرستیژ. وقتی این دکمه رو بزنید همون اتفاقاتی که اول ویدیو گفتم براتون میفته. پس حتما قبل از اینکه اون دکمه رو بزنید فکر کنید که براتون میارزه یا نمیارزه. خب بچه‌ها اگر این ویدیو خوشتون اومد و براتون کاربردی بود، حتما ویدیو رو لایک کنید و منو ساب کنید که بیشتر ویدیوهای آموزشی براتون بسازم و حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید که باعث بهتر شدن محتوا میشه. راستی شما پرستیژ چنده؟